برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. اما او بنده ای که ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله متعال را سپاس میگیم و شکر و حمد او را به جا میاریم که بر ما شما توفیقی را نصیب کرد که بر ادای نماز جمعه و خطبه جمعه در مسجدی از مساجد الله جمع بشیم و از الله متعال استدعا داریم که عبادات ما را خالصانه بگردانه و مورد قبولش قرار بده و در روز قیامت که هیچ وسیله بجز ایمان و عمل صالح نجات دهنده انسان نیست، اعمال ما را وسیله بر نجات ما قرار بده بر اساس رحمتی که الله متعال داره. الله تبارک و تعالی هستی را خلق کرده و در این هستی یک سلسله قوانین و سنت های را وضع کرده و انسان مسلمان بر مبنای قوانین وضع شده در شریعت الهی میتونه حالتهای متفاوت و گوناگونی را که در زندگی از او میاره اول از لحاظ فکری تحلیل بکنه و بعد برای از او به دنبال یک راه حل بوده باشه. و به همین خاطر هست که ما به اسلام به عنوان یک برنامه کامل و همه جانبه معتقد هستیم و باورمند هستیم و یقین داریم به این که همه ابعاد زندگی ما از جانب الله تبارک و تعالی به عنوان یک حکم شرعی بر ما نازل شده و ما به عنوان مسلمان اول باید او را بدانیم و در زندگی خود او را عملی بکنیم. و الله متعال در قرآن کریم به این موضوع اشاره میکنه و میفرماید که الله متعال در هستی سنت های قرار داده. در خیلی از موارد وقتی الله متعال احکام را ذکر میکنه و بعد میفرماید که اینا سنت های الهی است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت های الهی تبدیل و تغییر ندارند و ما به عنوان یک انسان مسلمان باید از سنت های الهی آگاهی داشته باشیم و زندگی خود را بر اساس برنامه و بر اساس قانون و سنتی که الله متعال در هستی وضع کرده را پیش ببریم. یکی از او سنت هایی که الله متعال در قرآن کریم از او یادآوری کرده سنت ابتلا و آزمایش است. یعنی الله تبارک و تعالی بنده های خود را ابتلا و آزمایش میکنه و این یک امر الزامی و حتمی و ضروری است و هیچ انسانی از این استثناء نیست. هر انسانی در زندگی خودش آزمایش میشه و هر انسانی مورد ابتلا قرار میگیره. نکته مهمش است که ما بدانیم در کدام از این حالات قرار داریم و راه حل از این چیست. الله متعال در قرآن کریم در این مورد میفرماید که کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. هر نفسی چشنده مرگ است، یعنی برای هر نفسی حتما مرگ میرسه و هیچ انسانی و هیچ مخلوقی از مرگ نجاتی نداره. این یکی از سنت های الهی است. کل نفس ذائقة الموت. هر انسانی حتما باید بمیره و هر موجود زنده حتما مرگ به او فرا میرسه. الله متعال در آیت دیگه میفرماید که کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز هلاک میشه و جز ذات پروردگارت. سنت دیگه چیست؟ و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. و حتما و خامخا شما را در شر یا هم در خیر مورد آزمایش و امتحان قرار میتیم و نتیجه نهایی است و الینا ترجعون و به طرف ما رجوع میکنین. پس در زندگی انسان حتما
انسان مورد ابتلا قرار میگیره. ابتلا در سختی، ابتلا در آسانی، ابتلا در فقر، ابتلا در سرمایه‌داری، ابتلا در صحتمندی، ابتلا در مرض. همه آنچه که در زندگی انسان واقع میشه حتما ابتلای از جانب پروردگار است و بنده مؤمن باید بدانه که در مقابل این ابتلا چی باید بکنه. الله متعال در قرآن کریم در جای دیگه هم به صورت بسیار تأکید و با قسم یاد میکنه و میفرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. و حتما و خامخا شما انسانها را ما آزمایش میکنیم به چیزی از ترس و گرسنگی و نقصان در اموال شما و در نفسهای شما و ثمرات و در میوه هایی که شما برمیداریم. این حتما میآید و خامخا میآید. اما الله تبارک و تعالی در آخرش چی میگه؟ و بشر الصابرین، و بشارت بده صابران. یعنی چی؟ یعنی که کار اول بنده مؤمنی که باید در مقابل همه ابتلاعات داشته باشه صبر هست. این سختی میآید. اگر یک نفر بی صبری هم بکنه حتما سرش سختی میآید و اگر یک نفر صبر هم بکنه حتما سرش سختی میآید. شریعت ما را به چی تشویق میکنه؟ به صبر تشویق میکنه. چرا باید صبر بکنیم؟ انسان همیشه زمانی میتونه در یک حالت صبر بکنه که نتیجه از او را بدانه. شما در داستان موسی و او مرد صالحی که معمولا ما شما به نام خضر رو بشناسیم در سوره کهف دقت بکنین، زمانی که کارهای عجیبی میکنه موسی علیه السلام با او مخالفت میکنه، در حالی که از موسی تعهد میگیره که من هر کاری که کردم تو مخالفت نکن، در اخیر باز خودم برات میگم که چی گپ است. موسی علیه السلام صبر کردن نمیتونه، یک کار میکنه اعتراض میکنه، چند وقت بعد دیگه کار میکنه باز موسی اعتراض میکنه، چند وقت بعد باز یک کار دیگه میکنه باز موسی اعتراض میکنه. چرا این کار میشه؟ الله متعال در خود قرآن کریم میگه پس میکنه و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. انسان چگونه میتونه صبر بکنه در مورد چیزی که از آینده از او خبر نداره؟ در اینجا هم ما نمیتونیم صبر بکنیم مگر ای که از نتیجه صبر خود آگاهی داشته باشیم. به همین خاطر هست که الله تبارک و تعالی وقتی میفرماید که و بشر الصابرین، بلا فاصله صابرین را معرفی میکنه و نتیجه صبر را بیان میکنه. الذین، صابرین چه کسانی هستند؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، اینا کسانی هستند که هنگام برشان مصیبت میرسه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن ما از آن اللهیم و به طرف الله رجوع میکنیم. معنای این گپ چیست؟ معنای این گپ است که انسان بر اساس جهانبینی اسلامی که داره همه تحولات مثبت و منفی و خیر و شری که در زندگیش میاد این اول از جانب کی میدانه؟ اول از جانب الله تبارک و تعالی میدانه. این باورش است و این عقیدهش است. به امی خاطر هنگامی که در هر حالت مواجه میشه چی میگه؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن اللهیم، ما مخلوق اللهیم، ما ملکیت الله تبارک و تعالی هستیم و مراجعه ما به طرف کی هست؟ به طرف الله تبارک و تعالی است. پس اینا صابران هست. تعریفی که الله متعال در قرآن کریم از صابرین میتامیز الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی کمال تسلیمی خود در مقابل مصیبتی که از جانب الله متعال آمده، هم قلبا به او تسلیم هست و هم ظاهرا اعتراف میکنه به ای که ما از آن اللهیم و به طرف الله مراجعه میکنیم. صبور از دیدگاه قرآن یعنی امی که معتقد است به ای که مصیبت از جانب پروردگار است و قلبا به این مصیبت نسبت به آنچه از جانب الله آمده تسلیم است و به زبان خودم اظهار تسلیمی خود را در مورد آنچه از جانب الله برش رسیده میکنه. خب نتیجه چیست؟ چرا باید انسان صبر بکنه؟ اولئک امی صابران که در مقابل مصیبت های مثل چی؟ مثل ترس، مثل گرسنگی، مثل نقص در اموال، مثل نقص در نفس ها و مثل نقص در ثمرات و میوه هایی که میچینه، در مقابل همه از اینها صبر میکنه و تسلیمی خود بر الله متعال اعلان میکنه. در نتیجه چی میشه؟ اولئک امی گروه مردم علیهم صلوات من ربه، اینها مستحق صلوات از جانب پروردگارن. اگر بر ما شما یک آدم عادی صلوات بگه یا مثلا سلام بگه، مثلا یک نفر بعد بگه که رئیس جمهور بر تو سلام گفت، با چقدر افتخار بکنه، چقدر خوشحال شه، خدا کلانم بتراشه که من آدمی هستم که فلانی هم مرا میشناسه برام سلام گفت. اگر کسی بگه فلانی ام برقم. اینجا انسان های صابر مستحق صلوات از جانب کیان؟ از جانب پروردگارن. و کسی که پروردگار خود را بشناسه و به او معتقد بوده باشه هرگز در مورد فرستادن صلوات از جانب پروردگار خودش به اعتنا نمیبینه باشه. مستحق اعظمی جستجو میکنه چه رقم مستحق صلوات از جانب الله هست. یکی از میدانهایی که انسان مستحق صلوات از جانب پروردگار میشه چیست؟
است که با سختی ها مواجه شود. پس وقتی که یک بنده با سختی ها مواجه شد، جزع و فزع نمی کنه، بی صبری نمی کنه، سر و صدا نمی کنه، غال مغال نمی کنه، بلکه مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشحال میشه. صحابه در هنگام مواجه شدن با مصیبت خوشحال می شدن. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان جنگ است، دست خیلی از صحابه نقل است، هنگامی که تیر دشمن به او اصابت میکنه، اولین کلمه که از زبانش مبرای است فزت و رب الکعبه، و پروردگار کعبه قسم که من کامیاب شدم. چرا اونای تو میگن؟ اگر برای ما شما برسه ممکن از هر چیز دیگه کردن به دنبال مفاهیم دیگه بگردیم. اونا به مجردی که مصیبت مرگ در راه الله برشان میرسه، کلمه‌ای که از زبانشان میره است فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه قسم که من کامیاب شدم، چون میدانه این مستحق چیستم، اولئک علیهم صلوات من ربهم، من مستحق صلوات از جانب پروردگارم. این گپ کوچکی نیست، من مؤمنم و جایگاه پروردگارم میشناسم و به او ایمان دارم و مستحق صلوات از جانب پروردگار شدن بر بنده بالاترین درجه از افتخار و فضیلت و خیر و خوبی است. همین یک گپ است؟ نه، و رحمه، و ما مستحق رحمت پروردگارم. پس صابر در هنگام مصیبت ها هست که مستحق رحمت پروردگار است. اگر انسانی سوال میکنه که ما چی رقم رحمت پروردگار برای خود جلب بکنم، جواب ما باید چی بوده باشه؟ جواب ما است که تو در هنگام مصیبت ها صبر بکن، مستحق رحمت از جانب پروردگار میشی. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. و او انسانی که ارزش رحمت پروردگار را بدانه، وقتی مصداق رحمت پروردگار قرار میگیره، این حالت برش ناگوار نیست، جزع و فزع نمیکنه. چقدر مؤمنین و مسلمان های هستن که وقتی برشان خوفی میرسه، به تعبیر قرآن کریم مثلی که گویا مرگ به سراغ از اونها آمده باشه، بسیار در یک حالت ناگواری قرار میگیرن. ترس از مرگ، ترس از مواجه شدن با دشمن، ترس از رسیدن مصیبت بر از او. ایدی از آدم ها را در حالتهای عادی این حالت خوب درک نمیشه. مثلا شما مورد تعقیب دشمن باشی، هر لحظه احتمال از این باشه که دشمن برای شما دسترسی پیدا بکنه، در دل هر بنده ترس پیدا میکنه. اما او بنده ای که این را به عنوان یک ابتلا میدانه و میفهمه که در نتیجه این ابتلا من مستحق رحمت پروردگارم، ترس تحمل میکنه. دقت کردین؟ ترس او را از میدان مبارزه بیرون نمیکشه، ترس او را از میدان دعوت بیرون نمیتونه بکشه. اگر امی حالت سر ما بیان، باز ما چی میشم؟ در نتیجه صبری که میکنم مستحق رحمت پروردگارم. اگر یک انسانی گرسنگی میکشه، این گرسنگی را بر مبنای عقیده و باور اسلامی ابتلای از جانب پروردگار میدانه و در مقابل اینمی گرسنگی صبر میکنه و در نتیجه این صبر مستحق صلوات و رحمت از جانب پروردگار میشه. و این که به خاطر گرسنگی مقطعی و زودگذر دنیا رحمت پروردگار برای خود جلب کرده، بی نهایت خوشحال میباشه. بنده مؤمن همین رقم باشه. اما آیا ما شما همین شکل هستیم؟ اگر برای ما شما فقر و حالت به اصطلاح ناگوار اقتصادی سر بزنه، آیا حقیقتا نگاه ما نسبت به زندگی خوب است، یا مثل خیلی از مردم واری خیلی سر و صداهای عجیب غریبه میکشه و حتی کلمات بسیار نامناسبی میگن، دست به کار امور حرام میزنن، هر امر حرامی که بیای ازش دریغ نمیکنن. اگه بگی برای شما میگم من مجبورم، من گرسنه ماندم، همه تو میگن. خیلی از مردم هستن کار حرام میکنه، برش میگی می کارا نکن، میگه من گرسنه ماندم، در حالی که این اگر به خاطر اینمی گرسنگی که به عنوان ابتلای الهی شامل حالش شده، اگر صبر بکنه، الله او را شامل رحمت خود میگردونه. و قطعا کسی که شامل رحمت پروردگار شود، الله مشکل دنیویش هم حل میکنه. مهم چیست؟ مهم است که انسان امو دوره را باید چی کنه؟ امی ابتلا را باید سپری بکنه. اگر در امی ابتلا ناکام من، مستحق رحمت پروردگارم نمیشه و امو مصیبت سرش سنگین تمام میشه. از لحاظ روانی خیلی مهم هست که بدانین عده‌ای از مردم تصور میکنن هنگامی که در مصیبت ها جزع و فزع بکنن و قال مقال و سر و صدا سر بزن، ممکن سرشان سختی کم شه و برعکس است، سختی بیشتر میشه. مهم است که انسان بدانه با صبر کردن به خاطر ابتلایی که از جانب الله تبارک و تعالی آمده، مستحق صلوات از جانب پروردگار و مستحق رحمت است. و کسی که به این آیه مبارکه ایمان داشته باشه، سختی در هنگام گرسنگی برش آسان میشه، تحمل کردن ترس از دشمن برش آسان میشه. چرا؟ این مستحق منتظر رحمت پروردگار است. دیگه چی بعد از این؟ آیا نتیجه صبر همه قدر هست؟ نه.
اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. نتیجه سومی که صبر به دست می آید هدایت است و هدایت ارزشمندترین نعمتی است که الله بر بنده ها او را نصیب کرده. هیچ نعمت مهمتر و ارزشمندتر و گرانبهاتر از نعمت هدایت در هستی نیست. به صورت مطلق مهمترین و گرانبهاترین نعمتی که الله بر بنده های خودش را داده هدایت است و یکی از راه های رسیدن به این نعمت صبر کردن است در هنگام سختی ها و مصیبت ها. پس او انسانی که میخواهد هدایت پروردگار شامل حالش شود، او انسانی که میخواهد در جمع کسانی باشه که همیشه ما شما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، باید چی کنه؟ در هنگام مواجه شدن با سختی ها خوشحال شود که الله متعال دریچه بر رسیدن به هدایت را بر ما باز کرده. او چیست؟ با سختی ها مواجه شدی، صبر بکو تا به سوی هدایت برسی. و همین خاطر هست که متاسفانه مسلمان ها امروزه میبینیم از خیلی از انسان های دیگه که ضعیفترن از لحاظ روحی و روانی. یک نفر ببینین از لحاظ اقتصادی مشکل داره، خیلی جزا و فضا میکنه، خیلی شکایت میکنه. دیده باشین دیگه یک نفر دیگه مثلا مریضی داره، در همین مریضی که برش رسیده چیست؟ خیلی ناراحتی میکنه، خیلی اظهار به اصطلاح کلماتی رو میگه که مناسب یک بنده مؤمن نیست. انا لله و انا الیه راجعون فراموشش شده در مصیبتی که برای نفسش آمده، مریض شده، یک مشکلی پیدا کرده، مصیبت در اولادش آمده، مصیبت در خانهش آمده، به جای از اینکه بگه انا لله و انا الیه راجعون و یقین داشته باشه که ابتلای از جانب الله است و در نتیجه صبر در مقابل این ابتلا هست که مستحق صلوات و رحمت و هدایت از جانب پروردگار میشه. برعکس میبینیم که به خاطر نداشتن عقیده سالم اسلامی و به خاطر عدم آگاهی درست از سنت های الهی در زندگی، این سختی ها به جای از این که بنده مؤمن را مستحق صلوات از جانب پروردگار و مستحق رحمت و مستحق هدایت بگردانه، از مسیر هدایت دور میشه، خود مستحق عذاب پروردگار میگردانه و مستحق لعنت پروردگار میشه با واقع شدن در حرام. دقت بکنین، نگاه انسان و عقیده انسان و باور انسان در یک مشکل میتونه دو نتیجه داشته باشه. نتیجه اولش مطابق شریعت الهی صبر میکنی، صلوات و رحمت و هدایت را شامل میشی. دومینش در مقابل مصیبت صبر نمیکنی، مستحق لعنت و مستحق عذاب و مستحق چی میشه؟ گمراهی میشه. انسان چی چیز انسان را میسازه؟ چرا انسانهای مؤمنی که حقیقت ایمان را درک کردن در سختی ها خوشحالن؟ به خاطری که اونها نتیجه صبر را میدانند. مقوله مشهوری از ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام نقل است، وقتی او در زمان زندگی میکرد که فتنه ها شاید از زمان ما شما هم کده بیشتر یا مثل از این وجود داشت. در مقابل همه فتنه ها مردانه ایستادگی میکنه، هم در میدان جهاد حضور داره و هم در میدان تعلیم حاضر است و هم در میدان دعوت و به خاطر هر کدامش سختی ها را تحمل میکنه. معمولا آل همه می رقم از در گذشته ها هم بوده، کسانی برش میگن که تو چرا خودت جنجال مندازی، اقم الله های دیگه چیز نمیگه، تو هم چیز نگو دیگه. حالا زندانی بارها زندانی شده، زندان هم وفات کرد. دشمن تو هر چیز میگه، مردم تو کافر میگه، بر علیه کتاب نوشته میکنن، فلان میکنن. ابن تیمیه رحمه الله یک چند جمله بسیار زیبایی را میگه دشمن بر ما چی رسانده میتونه؟ آخرین کاری که دشمن ممکن بر ما بکنه است که ما را بکشه. آرزوی ما هم است که در راه الله کشته شویم و هیچ آرزوی بزرگتر برای یک بنده مؤمن از شهادت در راه الله وجود نداره. این شهادت را انبیا علیهم السلام آرزو کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من دوست دارم در راه الله بجنگم، کشته شوم، بعد زنده شوم، بعد بجنگم، کشته شوم، بعد زنده شوم. امی آرزو را انبیا علیهم السلام دارن و امام انبیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم است، امی آرزو را داره که در راه الله کشته شوم. شیخ الاسلام میگه ما بزرگترین کاری که ممکن دشمن بر ما بکنه همیست، این آرزوی ماست، این آرزوی امام انبیا هست رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما چطور از این فرار بکنه؟ ما را زندانی بکنه؟ با پروردگار خود خلوت میکنم، او پروردگاری که محبوب ترین است در نزد من. با او خلوت کردن بر انسان بی نهایت خوشایند است. شما یک کس دوست داشته باشین، خیلی دوست داشته باشین، بودن در تنهایی بودن برای شما چیست؟
زیباترین لحظات زندگی شما را میسازن. متوجه شدید؟ جوانایی که به اصطلاح شوخی کنم عاشق باشن دیگه من خوب میفهمن. شما کسی را که دوست داشته باشین، در تنهایی بودن با او برای شما چیست؟ زیباترین لحظات زندگی شما هست. و کسی که پروردگار را دوست داشته باشه، که دوست داشتن پروردگار از لوازم ایمان است. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمن اموس شدیدترین محبت با الله داره. پس کسی که شدیدترین محبت با الله داره در زندان با پروردگار خودش خلوت میکنه. یعنی چی؟ یعنی خوشوقتترین حالات زندگیش همون وقت است که پروردگار خود راز و نیاز بکنه و تلاوت بکنه و عبادت پروردگار را بکنه و دعا بکنه و ذکر بکنه. این کارا در زندان میسر نسبت به هر جای دیگه که اونجا دیگه بیغمی از کل کارا. خلوت با پروردگار میکنیم، ما را تبعید میکنه، در زمین الله سیر میکنیم. دیگه دشمن چی کرده میتونه؟ انسان‌های با شخصیت بر اساس قدرت عقیده هست که قدرتمند میشن. انسان‌هایی که ضعف اعتقادی داره خیلی ضعیف میشن. آدمایی هست باور کنین اگر ترس تهدید یک سیلی باشه یک کار اعلام میکنه. فقط بفهمه که اینجا مثلا مرا ممکن یک نفر یک سیلی میزنه، کار بسیار مهم هم باشه اعلام میکنه. نه میشه میگه حالا زود کرده مردم چی کنیم؟ خیلی مردم هست نه، خیلی کارا چرا تو کارا میکنی؟ گناه هست، معصیت است. حتی بزرگتر از او خیلی موارد ما متاسفانه به حدی از لحاظ ایمانی ضعیف شدیم که خیلی از محرمات انجام میدیم در حالی که سر ما کدام تهدیدی وجود نداره. فقط یگانه چیزی که ازش میترسیم گپ مردم است. اما ترس یا نیست؟ فلانی کارو چرا نمیکنی؟ والا مردم باز مرا تو میگه، والا مردم مرا باید میگه. حتی یک سیلی هم ممکن بر از او کس نزنه. فقط چی میکنن؟ گپ میزنن. خیلی از رسم و رواج های غلط و ناجایز را نمیکنیم و شما انجام نمیدید. هزارها پیسه خود مصرف میکنیم، لگ ها رو پی خود مصرف میکنیم فقط به خاطر چی؟ به خاطر رسم و رواج فلان و فلان که مردم ما رو چیز نگن. این ترس غیر الله هست. در حالی که اگر انسان بالفعل در مصیبت واقع باشه ایمان رو قدرتمند میسازه. پس این بنده مؤمن در هنگام مواجه شدن با مصیبت ها و سختی ها و ابتلاعات است که قدرت ایمانیش در رفتارهای از او تبارز پیدا میکنه. هر مصیبتی که برش میرسه میگه انا لله و انا الیه راجعون، مستحق رحمت و هدایت و صلوات از جانب پروردگار میشه. به همین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. بنده مؤمن عجیب از حالتش، در هر حالتی برای بنده مؤمن خیر است. اگر برش سختی میرسه صبر میکنه خیر است و اگر برش نعمت میرسه شکر میکنه خیر است. ما شما همیشه توقع ما چیست؟ توقع ما است که برای ما نعمت ها برسه شکر بکنیم. قطعا بر هر انسانی نعمت های بی نهایت از جانب پروردگار رسیده که شکر از او هم بکنه. اما وقتی مصیبت ها میرسه باز چی؟ صبر میکنیم؟ نه. در بین علما این موضوع مطرح هست، میگه آیا برای یک نفر رسیدن نعمت خوب است که در نتیجه از او شکر بکنه یا رسیدن مصیبت خوب است که در نتیجه از او صبر بکنه؟ ایده ای را ترجیح میدن و ایده ای را. اما او علمایی که رسیدن مصیبت را خیر میدانند ظاهرا دلیل موجه‌تر دارند، به دلیل از اینکه در دیگه موارد اگر یک نفر شکر میکنه الله تعالی گفته بینی مقدار برش پاداش میتیم. اما در مورد صبر الله متعال چی میگه؟ الله تبارک و تعالی میفرماید که الله متعال پاداش صابران را میده به غیر حساب. دقت کردین؟ پس برای یک بنده مؤمنه که یک سوال مهمه اینجا دقت بکنین، معمولا انسانی که زندگی راحتی داره ما شما قضاوت ما چیست؟ فلانی را خدا داده دیگه، خیلی آرزو میکنیم مثل از او باشیم، در حالی که بسا انسانهای زیادی هستند که با کثرت نعمتهای مادی اسباب هلاکت خود را آماده کردن. بسا انسانهای اندک انسانهایی که سرمایه و زندگی خوبم داشته باشن بعد به دنبال چی بگردن؟ ارزش‌های معنوی. خیلی اندکن. باور بکنین، مطمئنم شاید مبالغه نباشه اگر امی گپ را بگم که امو فیصدی از انسانهای سرمایه‌داری که امیال در کابل هستن 10% ممکن در مساجد حضور نداشته باشه، اما 95% مساجد از کی ها پر است؟ از انسانهای فقیری. کدامشان نعمت واقعی پروردگار شامل حالشان شده؟ اونایی که ممکن غذای خوردن چاشت خوردن نداشته اما در عبادت الله حاضر است، و اون نفری که ممکن میلیونر باشه اما در عبادت الله حاضر نیست، او برش نعمت الله نرسیده. و این نگاه مادی که انسان در مورد زندگی داشته باشه و حتما نعمت ها را فقط چی بدانه؟
نعمتهای مادی، این ذهنیت از ریشه غلط است. به امی خاطر هست که برعکس آنچه که مادیگراها از زندگی تعبیر میکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که اشد الناس بلاء الانبیاء، شدیدترین ابتلاعات در زندگی برای چی کسانی میاد؟ بر انبیاء علیهم السلام. پس این که معمولا متاسفانه این ذهنیت در میان خواهرها و زنها زیاد است که وقتی یک کسی نعمت مادیش کم بود باز دیگه میگه خدا یادش رفته. ما کلمات متاسفانه حتی موارد کفری را ذکر میکنن، خدا تنها ما را دیده و نفهم، خدا سر ما ظلم میکنه و فلان میکنه. خیلی خطرناک است. بجای از این باید چی بگه؟ خوشحال باشه و بگه انا لله و انا الیه راجعون و منتظر رحمت و صلوات. معنای این گپی نیست که انسان مسلمان به خاطر به دست آوردن متاع مشروع مادی تلاش نکنه. معنای این گپی نیست. بله ما این کار را میکنیم، اما بسا انسان هایی که ممکن روزانه 20 ساعت هم به دنبال چی باشن؟ به دنبال متاع دنیا باشن، چیز به دستشان نیاید. و بسا انسان هایی که ممکن اصلا به دنبال از اون نباشن و الله متعال برشان او را نصیب بکنه. این مقدرات الهی است و الله تبارک و تعالی بسا انسان ها را در چی؟ در خوشی اونها را امتحان میکنه و نعمت های را درشان زیاد میته، خوب درشان نعمت میته. این امتحان الهی است. بدانن امو انسان هایی که الله متعال برای از اونها نعمت های مادی زیادی را داده، این ابتلای از جانب پروردگار بدانن و این ابتلا اونها را به طرف معصیت و نافرمانی و گناه نبره. و اگر اون نعمت مادی که انسان به طرف گناه و معصیت ببره عذاب است. از امام ابن قیم رحمه الله کسی پرسان میکنه، میگه من در کدام حالت بفهمم که به خیرم، در نعمت یا در مصیبت؟ او میگه هر کدام اینها که تو را به طرف خیر برد بدان اونمون نعمتی از جانب پروردگار است. اگر بر تو مصیبتی آمد و در نتیجه این مصیبت تو به طرف الله مراجعه کردی، خیر است برات. و اگر الله برات نعمتی داد و تو در نتیجه نعمت به طرف الله مراجعه کردی، برات خیر است. و برعکس اگر الله متعال بر تو نعمت داد و در نتیجه نعمت تو خلاف مسیر شریعت الله حرکت کردی و نافرمانی الله را کردی، بدان این نعمت عذاب است بر تو. و اگر الله متعال بر تو مصیبت را نصیب کرد و تو در نتیجه مصیبت عصیان کردی و نافرمانی کردی و گناه کردی و خلاف شریعت الله عمل کردی، بدان این معصیت بر تو عذاب است. پس انسان مسلمان به تعبیر پیامبر عجب از حالت بنده مؤمن که در هر حالت در خیر قرار داره، یا در نعمت است که در نتیجه نعمتهای پروردگار شکر میکنه، و یا هم در معصیت است که مصیبت است که در نتیجه مصیبتها صبر میکنه و الله برش پاداش خیر را نصیب میکنه. پس گپ بسیار مهمی است. این را به خاطر امروز در مورد از این صحبت کردم که خیلی وقتا دی زیاد از دوستا و برادرها شکایت میکنن. یک نفر شکایت میکنه مثلا از فقر، یک نفر دیگه شکایت میکنه از مریضی، یک نفر مثلا دیگه شکایت میکنه از تنهایی، یک نفر دیگه شکایت میکنه از بیزنی، یک نفر دیگه شکایت میکنه از بیشوهری، یک نفر دیگه. خیلی وقتا دوستا زیاد شکایت میکنن و فکر میکنن در وضعیتی که قرار دارن این وضعیت برشان بد است. خیلی از مردم فقیرن و فکر میکنن اینمی حالت فقر برشان چیست؟ حالت بدی است و حتی ممکن تصور بکنن این عذاب است. نه، قطعا این ابتلا است. نتیجه کار تو این را برات مشخص میکنه که امی فقر به خیرت است یا به چی؟ یا به ضررت است. صبر بکو به خیرت میشه. یک نفر در حالت مریضی قرار داره، نمیفهمه، ظاهرا چی میکنه؟ خیلی شکایت میکنه و توقع داره که چی باشم؟ صحتمند باشم، در حالی که میتونه این مریضی تو را به پروردگار نزدیک بکنه. و موارد زیادی هست، حتما هر کدام ما شما را تجربه کردیم. موارد یک مصیبت بسیار سختی که در زندگی میآید که دیگه از لحاظ اسباب مادی راه برای نجات از اون نداریم، چی میکنیم؟ به طرف پروردگار مراجعه میکنیم. پس هر قدر مصیبت سخت‌تر بود، مراجعه ما به طرف پروردگار صادقانه تر است. نعمتی است از جانب الله. در زندگی نامه یکی از تابعین میگن، انشاءالله اگر خطا نکرده باشم، الله متعال بر او صبر عجیبی نصیب کرده بود. یک بار مریض میشه و در نتیجه مریضی یک پای از او قطع میشه، بازم خیلی خوشحال زندگی میکنه. یک کسی از میپرسه که تو قبلا دو پا داشتی، یا الله متعال یک پا از گرفت. میگه پروردگار دو دانه نعمت برام داده بود، دو نعمت پا را داده بود، یک گرفت. ما او را که گرفته را حساب نمیکنم، او یک دانه نعمت را که هنوزم دارم حساب میکنم. در اینمی حالت برش خبر میتن فلانی فرزند تو وفات کرده، فقط میگه انا لله و انا الیه راجعون، جزا و فضا نمیکنه. خیلی متعجبانه ازش میپرسن که تو چطور بچه از دست دادی و هیچ چیز بر انسان واقعا
محبوب تر از فرزند نیست. میگه پروردگار برای من 5 بچه مثلا داده بود، یکش گرفت 4 دانه نعمت دیگه هنوز من دارم از فرزند، و به خاطر این 4 نعمت هنوزم پروردگار خدا شکر میکنم. شما دقت بکنین، این اوج درجه مفاهیم معنوی است. حالت اینایی را که ما تا حالا گفتیم اینا حالات عادی هن که یک نفری در هنگام مصیبت صبر بکنه، این حالت عادی است، و یک نفری در هنگام نعمت شکر بکشه. حالت ارزشمندتر از این است که یک نفری در هنگام مصیبت شکر بکشه. این درجه بالاتر ایمان هست، و انسان هایی که مفاهیم ایمانی را درک کردن اینمین درجه قرار دارن. اگر برشان مصیبت میرسه صبر خو میکنن در حالات مصیبت شاکر پروردگارن و به اون نعمت های نگاه میکنن که پروردگار هنوزم بر از اونها داده. و همین خاطر یک مقوله مشهور است، اگر اشتباه نکنم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا نه، اما مفهومش درست است. مفهوم از این است که میگه وقتی شما به مصیبت ها مواجه میشین، به کسانی نگاه بکنین که از شما در حالات بدتر مصیبت قرار دارن. وقتی شما به انسانهایی که در مصیبت بدتر از شما قرار دارن نگاه کردین، به حالت خود شکر میکشین با وجودی که در مصیبتین. شما یک فرزندتان از دست دادین، به اون نفر نگاه بکنین که کل فامیل خود از دست داده، به خاطر داشتن دیگر نفر از افراد خانواده تان شکر میکشین. دقت کردین؟ و الله تبارک و تعالی برای شما امی درجه بلندتری از مفاهیم ایمانی را نصیب بکنه. موضوع کمی موضوع تفصیلی تر هست، ان شاء الله روزهای دیگه هم باز در مورد ازی بیشتر صحبت بکنیم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا